سلام. این ویدیو نه واسه خنده است، نه واسه گریه، فقط 2 کلمه حرفه. مردش باشی میشینی گوش میدی. دلم از خودم گرفته، از همجنس خودم گرفته. میدونی چرا؟ زندگیامون شده یه مش فضای مجازی، یه دنیای چی پلاستیک برای در آوردن چشم یکی دیگه. جالبه نه؟ هممون، حتی من، تا به حال شده به جای اینکه فقط عکس بذاریم واسه در آوردن چشم یکی دیگه، یه دستمال برداریم اشک یکی رو پاک کنیم. تا به حال شده به جای غیبت زخم یکی رو درمان کنیم. نه، نشد. تا به حال شده به جای اینکه عکس یکی رو پخش کنیم به یکی دیگه فقط بخندیم، دل یکی رو، دل یه خونواده رو، دل یه پدر رو، یه مادر رو شاد کنیم. نه، نشده. من میدونم نشده. تا به حال شده به جای اینکه 2 ماه قبل یه مهمونی به لباس مهمونی فکر کنی ولی 2 ماه وقتتو نذاری واسه درمان دل فقط یه نفر. ببین، فقط یه نفر. منم نکردم. ننگ بر خودم، منم نکردم. تا به حال شده به جای اینکه مسجد بریم، کلیسا بریم، به مردم نشون بدیم که ما خیلی ایمان داریم ولی به والله نیستیم، به والله، به قرآن، به انجیل، به تورات که نیستیم. تا به حال چند بار شده تو اون مسجد و کلیسا و کنیسه‌ای که میری یه بار دور و برتو نگاه کنی ببینی کی مشکل داره که درمانش رو رفع کنی. به والله که منم نکردم. به والله خودم وقتی که رفتم برای عبادت برای خدا، برای معبودم، به فکر این بودم که قبلش چی لباس بپوشم، که انتظار از دیگران، جایی که خانه خدا نزد من است. دل یتیم را شاد نکردم به انتظار که روم بر خانه معبود خویش. ای خدایا، اقبالم کردی، پس من قبول ندارم نمازم را برای ریا. میدونم آدمای مهربونی هستی. بیاین دست تو دست هم بریم، دل یه نفر رو هر روز خوشحال کنیم.